با درخواست و خواهش شما این لحظه ما با ده قوزی سرچشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین آمده ایم. ده قوزی اگر ما با تاریخ نظر افکنیم نظر یک دیگه تاریخ دور زیاده از 300-400 سال پیش همین قشلاق درخت سردار دو درخت بود. در اینجا همون قوزی وقت قوزی که مثلا این قشلاق در بودن در مثلا در شهرهای شاپای کلام بودن چی میکردن اینجا جای همین شغل است استراحتگاه شد. ایروی همون دهه قوزی بود همون دهه به نام همون خدمت از 10 لیتر جرگوت یعنی شما چقدر روغن مسکه میگیرید؟ میگیریم قیمق سنگ تا قیمق سنگ چشمه شاهی نبود با یک بار نوشیدن کس سیر نمیکند. درباره این چشمه روایت های گوناگون موجود است. یکی از این روایت ها همه خشرینی هسته که آوی شام خوردن میتن آوش نباد واره همین بامی قشلاق دا بسیاره هر یک خونه یک تا دو تا سه تا این مقصدش برای خوش کردن برای خوش کردن میوه های تر تازه